برای самооценка درست کردن، برای باور درست کردن، این цели گویم که بلوک است در کلوب. در کلوب ما 4 تا ویا کار میکنیم، یعنی که 4 تا میستونی زندگی را کار میکنیم. یعنی بلوگ پسیخولوژیا دارد که در اونجا مسائل самооценка، باوری به خود، نارسیس، ابیوزر، چخیل با این خیلی آدمو و مناسبت کردن خوب، اگر که در مناسبت با همچین آدمای چخیل همو لیشنی گرانیتسوی خود موندن، لیشنی گرانیتسو چیست، پسیخولوژیای مردم چخیل فکر میکنن، طرز فکرانی مردم مناسبت ساختن. یعنی که پولنی بلوگی گویم که پسیخولوژیامون همین موضوع ها میرود. خب شفا بعد از خیانت این چیزو بلوگی سکسولوژیامون درباره مثلا وایای تمای 18 پلوس، درباره وای در اونجا وایو میشد هر خیلی چیزای 18 پلوس میشد. خلاصه من نمیتونم گفته در اینجا. خب خیلی چیزا میشد در اونجا، در مدیتاسیون درباره مثلا چقدر شهوانیت بدور کردن خیلی چیزا میشد. خلاصه یعنی خیلی یک زنی جذاب شدن این چیزو. بعد ما داریم با بلوگی گویم که مدیسینا، شما میدونید که من ورچم هستم، من دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان تمام کردگیم با اختصاص врач терапевт. یعنی که یکم образование من врачевание، یعنی من یک دانشگاه در تاجیکستان تمام کردگیم و 3 دانشگاه دیگر در روسیه تمام کردگیم. در اونجا مثلا درباره مشقای سبوک، درباره انرژی زنانه رو بالا برداشتن، вообще انرژی رو بالا برداشتن، از استرس، از دپرسی، از همین چیزا برآمدن، در اونجا تفسیر میشه درباره چگونه ویتامین ها، چگونه آنالیز بردن در کار، چگونه بیادبافکی چی استیمول کردن در کار، الاف ها، مثل هم خیلی چیزا که تو این طرفی گویم که ویام درست کنیم. و داریم با ما بلوگی چهارمون، این بلوگی ساماریالیزاسیا، یعنی که همون برای زنهایی که میخوان یکم در خودشون داشته باشن، برای زنهایی که شاید یکم کسب دارن، یکم ویای خودشون میخوان که ریالیزوات کنن در این دنیا، یکم مثلا цел مونن، یکم مقصد مونن، به مقصدشون رسن، اون علاقه بلوگ کوچینگ میشود. یعنی که چه خیلیتون میدونه من وراج، روانشناس، یعنی کلینیک پسیخولوژ، سکسولوژ و کوچ، یعنی من همین 4 تا ستونی اساسی که در زندگی همه هست، من همش در گویم که متخصصم. слава богу، برای همین من همین رو همش در همین کلوبم وای کردگی هستم، جا دادگی هستم همین مسئله را که یک جای شود که مقصد زنایی که میخواهن همیشه دستگیری داشته باشن. این کلوب همین خیلی به وای رفتن میگیرد، یعنی این ازاگیش میتونه 2 ماه کنید، 4 ماه کنید، 1 سال کنید، خواهید درش دوام میتید، نخواهید دوام نمیتید. اینم رنگ همون ابونمنت زال میخرید میرید، اگر که نخواهید درش نمیرید، اینم هم خیلی است. خب من برای همین دیگر وای نپرسم بسیار که اپا جان وای کورسای به پول میشود یا که نمیشود. دیگر کورسی به پول نمیکنم، همون چیزی که هست در مو تلگرام، در اونجا زیاد است وای معلومات خیلی مفید، همونجا میتونید استفاده کنید. دیگر کورسی به پول نمیشد به خاطر که چیزی به پول اینقدر مردم یکم قدر نمیکنن، دیگه اهمیت نمیتیم. و برای همین بعد من وقتم هم نمیرسد، چون که با من مشورت میگذرونم هر روز با چند نفری، همین حساب و همین کلوب کردن به یک نرخ دسترس که همه تونن استفاده کرده. مثلا حداقل همون 2 ماه شد در 350 سومون لوبای کس میتوند که برای خودش پزولیت کند، یعنی که 2 ماه در روز در اون کلوب دستگیری شود، معلومات گیرد. این یک گویم که یک کپیک میسد، یک اون خیلی ویم نیست، این گویم وای نیست، اما یک بار کیفسی رفتن تون. خلاصه همین برای همین نرحمت اینا بیاید در همین کلوب زنانه کار میکنه، دستگیری میشه. اونجا زنای دیگه شون دستگیری میکنن. بعد کسایی که مرا میخوان دیدن، من خدا خواهد کلوب یک 3-4 کار کند. بعد تاجیکستان میبیم در دوشنبه ببینیم از کلوب در کدوم از کدوم نوعی زیاد است. در دوشنبه واخوری زنها که آفلاین کسایی که میخوان با من واخوردن با اعضایان کلوب در مثلا در دوشنبه و در دیگر هم شهر نوعی گویم که وطنی عزیزمون با واخوری با من آفلاین میشود. یکم جا میشینیم، یکم کافه پیکنیک میریم، یکم خیلی زمستون دنیا تابستون اشته اتک با کسایی که میخوان آفلاین با من این شوکی من خیلی نیت دارم که با همین خلاصا من از همین کلوب این یک سوسیال پروژه است. نسام دل گیرید اون چیزایی که من در این کلوب میتیم، این نرختی вообще یکم جدا شما نمیوین راست گونده. این یک همین سوسیال پروژه یعنی یک благотворительность میشود که در اینجا любой زن میتونه اشتراک کنه. من میخوام این یک واقعا یک همین خیلی اتمسفری شود که در اینجا همه زنها تونن دستگیری شوند و همین یک جایی شود که زنها یاد گیرن یا دیگرشون دستگیری کردن. برای که همین چیزا متاسفانه در
وای ما نیست، در همین فرهنگ ما، در جامعه ما نیست. در جامعه ما چقدر که میتونن حتی همین دوگانه نزدیکتونه سر ما خیلی بخیلی میکنند. یگون چیگه اوی میگه خیلی اینه کرتایت خشروایی نکه ایمه خشروتر بود، اینه اوشتی با مزه لیکنه ایمه با مزه تر. سرانه یگون خیلی زهر میچکنه، هم خیلی رفتگی، یعنی خیلی کوشش میکنن که در فونی دیگرها را پس دادن، یعنی که یک کسی دیگر را پس میزنن خودشون خوبتر حس میکنن، چون دیگر جای خودشون خوب حس کردن که ندارن، همین حساب هم خیلی پریومو را استفاده میکنن. لیکن من میخوام که همین یک فضای سالم باشد، یک فضای امن باشد که زنها از دیگرشون پس دادن نیو، زنها از دیگرشون دستگیری کردن روحیه بگیرن، از دیگرشون دستگیری کردن خودشون خوب شون. خب برای همین شورمون من هم خیلی جو ساختنیم خیلی که شروع کردیم، شروع می شود از 1 سپتامبر در های کلوب باز می شود. مرحمت پیوست شوید به کلوب و انشالله که در اونجا با پلانمون خیلی زیاد است.